خوش اومدیم به این ویدیو. خیلی از بچه ها تو کامنت ها گفتن یه بازی غیر آنلاین بذار. تو همه بازی آنلاین رو خفن میذاری، بعد غیر آنلاین مثلا غیر خفن نمیشه. ببینین از آنلاین اصلا نمیشه از آنلاین میشه توقع داشت، اما از غیر آنلاین هم هیچ توقعی نمیشه داشت، هیچی. نظر من بهترین بازی بود. مثلا این چیز میزا داده، گان داره، زامبی داره، مثلا نگاه خودش میزنه. من اصلا نمیخواستم اینو بزنم، خودش داره. این مشکلات بازی داره، اما نسبت به بازی چیز که قید آنلاین که الان اصلا هیچ جا گیر نمیاد. یعنی اینم به جور من گیر آوردم، اصلا گیر نمیاد بازی غیر آنلاین. مثلا کشور درد نخور ما یعنی ایران داریم اطلاعات خیلی خوبی هم که مثلا داری اطلاعات خوب نداره. کجا دارم؟ مثلا نگاه کنی چقدر بخاله. مثلا لوت گیرم من، مثلا نگاه لوت میکنم. بازی باحالیه. مثلا من آب پیدا کردم، مثلا از اینا من پیدا کردم. بازی این چیزا باحالم داره، مثلا ارور داره. نگاه کنین اینا داره، اینا داره، اینو داره، آب داره. مثلا اشکال خلاصه زیادی داره. یه مثلا نمیتونیم بگیم باز غیر آنلاینه هیچ چیز درد بخوری نداره، الکی ساخته شده. نه اصلا تو فکر نکن که دقیقا اشتباس. یکی از بهترین بازی هاست برای من. حالا خود مثلا فکر نکنین آنلاین ها خیلی خفن و خوبن ها. خود آنلاین هم مثلا بعضیاشون هیچی ندارن. نگاه اصلا بطوری میزنم من آب نمیخوره. من این مثلا مشکلاتم داره ها، اما مثلا مال یه بازی آنلاین غیر آنلاین خیلی خوبه. اینجا نگاه من اینا میخوام بزنم. مثلا اینجا نگاه چی گیرم من، مثلا اینا گیرم میاد. بعد تو خونه مثلا خونه داری قشنگ انگار داری یه بازی آخر زمانی آنلاین کم گرافیک بازی میکنه. مثلا صدا داره، مثلا نیستم اینا ولی مثلا صدا داره بازی. نمیدونم تقصیر بعضی بازی هاست. مثلا آرنا، مثلا آرنا میخوام ضبط کنم. آرنا من بازی میکنم فعلا ویدیوش رو نگرفتم چون هنوز توش مثلا میلیونه نشدم هنوز. مثلا تو لوت ولیو که بازی کردی تو لوت ولیو خوبم ولی مثلا تو بقیهش خوب نیستم. خودم زیاد بازی نکردم، همین الان مثلا 2 دقیقه اومدم کانتشون خوندم دیدم شکلی مثلا اینا. نگاه مثلا زامبی من زده بود الان هیل گرفتم. بعد تو الان من تو نه بعد دنبال چوب بگردیم اکثرا. من الان دنبال چوبم. بعد مثلا اینجا میتونم به خونه، ولی مثلا بدیده نزنیم خونه. سعی کنید تا میتونین لوت کنین اون منطقه رو میاین جا تا اشغال رو بندازین جا درد بخور بردارین. مثلا گو من قاطی کردم بکنین مثلا چقدر لوت پیدا کردم همجا. خلاصه بازی این شکلیه. مپ های جدید براتون باز میشه، این خیلی خوبه. مثلا تکراری نمیشه مپ براتون. شاید روند بازی براتون تکراری شه ولی خود بازی اصلش براتون تکراری نمیشه. اینجا نگاه هدشات شد مثلا.
غیر منطقیه ولی خوب. صدا داره. اینجا رو گور گفتم. گوشتا نگاه کن خیلی خوب میشه. مثلا آب و غذا داری. آب اونقدر مهم نیست واسه من. غذا خیلی مهم‌تره. برعکس واقعیت و همه بازی هاست. و همه بازی آنلاین این قابلیت به انقدر بازیش خوبه که در سطح خودش با بازی آنلاین مقایسه میشه. مثلا نمیگم با بازی لاست لایت آف یا مثلا آرنا بلیکت اوت مقایسه میشه. نه همون آرنا بلیکت اوت همین یه اینش اندازه مثلا یه گوله اونم نیست، یا مثلا بدترین جا آرنا هم نیست، خیلی ضعیف تره. با مثلا نه با لاست لایت مقایسه نه با آرنا، اما با بازی وضع من خیلی مقایسه راحته. مثلا من همین اول کارم من چون لول 7 اینو خیلی بدیده چون انقدر من زود بسم لول 7 قبل داری؟ ولی خلاصه بازی خوبیه، دوست دارین. مثلا من الان خودم دارم ویدیو میگیرم، برقا 2 ساعت رفته. یا اینا کیه؟ بزن با اینا با لول بالا. مثلا میگم غیر آنلاین فکر نکنین مثلا اینطور پلیر فرعی نیستن هستن. نگاه دمیجور مثلا من خوردم الان دمیجور نگاه دارن میزنن انگار پلیر اینا. مرد. ولی لوت اینا اندازه گاو و ایناست. نه بعد دمیج شدم لوت کنیمش. از اینو هم جان ندارم. مثلا وسیله الان میگه مثلا همه جا بگن لوت کنین، مثلا نمیگه همه چی راحت میتونین بیارین. نه اصلا این شکلی نیست. این دیلیت کنیم ولی باگ داره الان دیلیت نمیشه. خیلی بازه تو باگینا اصلا روش حساب نکنین. مثلا اگه دنبال بازی بی باگین اصلا دوست ندارین باگ داشته باشه، این بازی لطفاً درد شما نمیخوره. 100% اصلا دردتون نمیخوره. مثلا این خیلی با ارزشه. نگاه کنی اصلا این آمد گیر نمیارن، خیلی سخته. مثلا باتری ایول من باتری مثل این که جلو خیلی جلو به خیلی دردتون میخوره. خیلی بازی خوبی بود تا الان. مثلا میگم لوت کنی دیدی که من همه جا لوت کرده بودم اون قسمت ها. مثلا نرفتم بیرون و این لوت خوب پیدا کردم. لوت قبل خودم بهتر با ارزشتر. مثلا یا علی بریم باده بچه ها میرم. نرین خواست بزن. گولشون زدم. زامبیا رو زدم ای والا. گول شات کن بعد ایده جانوره. وای اینو خیلی ورزشه. گوله ای والا. وای مجموع الان مثلا و اون چی بود؟ اون سرداست. اینو هم دارم بابا. اینا خیلی درد بخورن. خیلی وصله چرت و پرت داریم ما.
بالایی هم میندازن دور. مثلا من دارم میزنم رو دکمه دیشکا ولی کار نمیکنم. باگم داره. ماشین هم میتونیم فکر کنم بسازیم. شیب زمین هست میندازیم. اینم خیلی لوت با ارزشی داره. ما اینو هم داریم. اینو هم داریم. بیایم اینا نمیتونیم. این میشد به هم داستان. این نمیدارم و نمیدارم. مثلا اون اولش گفته همه چی رو مثلا عجل نکنیم برداریم. بخاطر همین بود. همه چی رو بندازیم با ارزشه. این معمولیه. این میندازیم فردا میکنیم اینو. ولی من الان من جا ندارم. اوغلانه همه میگن برو. اینو هست. اون بود. مثلا تو این آیتم خیلی خفن باشه. این لوت منو زیاد کردن. ولی الان مثلا میبینی این شکلی شده وضعیتو و یه جورای کل مپ رو وایپ کردی. ببین بیرون چون میمونی. ببین بیرون. اینجا هم یه جا قوی هست. من اینو با این خیلی قویه. مثلا نگاه کنین رایفل مثلا SMG بسته نگاه باتری این ده مثلا ترسه اینم ترس اینو کلا این توی منطقه باگو داره. مثلا این 2 ستاره است. مثلا اینجا من خیلی قوی شیم تا بریم اونجا رو لوت کنیم. خلاصه مثلا نرین همه اول بازی کلت داریم این دنبال رایفل مثلا دنبال این رایفل. البته مثلا لول 18 شدی نری همون موقع تو. من حالا بعضا نه اگه میخواین ریش کنین بس مثلا بینین زیاد داریم برین. ولی من نه بعضا نری. البته نمیدونم یه بار مردنی باشه بعضا من اصلا نرین. البته این به سبک بازی خودتون ربط داره. اگه هم که مثلا فهمیدین چند بار میتونین قطعا برین. این خودم گفتم قطعا برین فقط. خب اما مثلا چند تا موقع 16 تا اینو 10 تا اینو 3 تا اینو چه وصل کامل نداره. 16 تا نداره. نمیشه مثلا نگاه کنیم من نمیتونم لول اپ کنم. و نگاه گسنگی گرفتیم. و شاتوت داریم که میتونیم بخوریم. بعد بخور. الان این هم وصله دارن جا ندارم. بو بذار. مثلا مشکل بازی اینه که مثلا دیدین که خودتون قبل باید من باز شد مثلا بتونم چیز میز بسازم. ولی اینجا نگاه کنی غیر از چوب نمیتونم چیز دیگه بسازم. نگاه کنی هیچی. مثلا نگاه کنی هیچی به هیچی. من چی کار کنم؟ مثلا تو فرنج خونه الان بسازم. من بیرون برم مثلا خونه بسازم. من این فکر من آره مثلا اینجا میتونم خونه بسازم. مثلا اینجا میتونم بالا پشت بوم بزنم. خیلی مثلا باگی داره بازی. بعضا تو اگر با برق رفتنی خوبه سرگرمتون کنه. بخوام مثلا بازی ثابت نگهداری اصلا دردتون نمیخوره. واقعا میگم. مثلا من این همه دیدیم که رفتم فارم اینو کردم بیجورم فقط توشن چوب اینو من میتونم بسازم. نگاه کنین اما خون لبل اف 16 تا چوب میخوادیده. الان من میام اینجا شاید بتونم 16 تا تازه بسازم. مثلا دیدین که خودش طرف 400 نه 14 تا خواست. الان میگه 14 تا
14 تا خواست الان میگه 16 تا. مثلا خود باگ بازی داره ما چیکار کنیم؟ ما که موقع جو ساختی بازی واقعا تو این بخواین نکات رو حساب کنیم من خودم هم بازی نمی کنم راستش بخوای ولی کلا هر کی که اصلا دوست نداره بازی آنلاین کنه یا اعصابش خورده میتونه بیاد این بازی رو کنه نمیگن خوبه خدا همه الان دارم میگن بده حساب نکنین روز مثلا الان بیلو کلنگ اینجا با هم باشون اینجا الان چیکار کنم خلاصه شما این بازی باگ حساب کنین اصلا خودت مثلا فکر نکن بازی خیلی خفنیه میتونم الان این بازی رو بزن همه دوستانشم پسماشون بزنم بگم این بازی غیر آنلاین خفن من دارم نه اصلا این شکلی نیست الان اینجا از سنگ باشه این سنگ بکنیم دارتون یه دستگاه جدید درست کنم بسته اید یالی الو دیدیم مثلا ترسیدم من ترسیدم نه بابا یه ساعت برق نداره خداحافظ. بیا این